عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. امروز با یه برنامه ویژه‌ای در کنارتون هستیم به مناسبت کمپین روز زنان ففول. مطلبی که میخوام در مورد اون خدمتتون عرض بکنم در مورد سندرم تخمدان پلیکیستیک هستش. همونطور که میدونید این سندرم بسیار شایع هست، در واقع یکی از شایع‌ترین اختلالات اندوکرین یا هورمونی زنان رو شامل میشه. از سنین بلوغ خانم‌ها رو درگیر میکنه تا انتهای سنین باروری و حتی یائسگی. این سندرم منشأ ژنتیکی داره، در واقع ژن اون از مادر به پسر و از پدر به دختر منتقل میشه. پس بنابراین سندرم تخمدان پلیکیستیک فقط خانم‌ها رو درگیر نمیکنه، در آقایون هم دیده میشه و به صورت سندرم متابولیک تعریف میشه. سندرم تخمدان پلیکیستیک 3 تا نشونه داره. در واقع نشانگان آن عبارتند از پریودهای نامنظم، موهای زائد و علامت تخمدان پلیکیستیک در سونوگرافی. پریودهای نامنظم در این افراد میتونه به چه صورت باشه؟ این افراد ممکنه که فواصل پریودهای طولانی مدت رو داشته باشن و بعد از اون دچار خونریزی‌های زیاد بشن و یا اینکه در یک ماه 2 بار پریود بشن، یعنی فواصل پریودشون کمتر از 21 روز باشه. موهای زائد در این افراد بیشتر در قسمت‌های چونه، در زیر در واقع نافشون و بر روی جناق سینه دیده میشه و ریزش موهاشون در واقع یک الگوی مردانه داره. همونطور که عرض کردم این سندرم از دوران بلوغ در واقع در دختر خانم ها ظهور پیدا میکنه تا اواخر سنین باروری و حتی یائسگی. در دختر خانم ها بیشتر به صورت پریود نامنظم و آکنه و جوش های صورت و موهای زائد تظاهر پیدا میکنه. ممکنه علامت تخمدان پلیکیستیک رو در دختر خانم ها به دلیل اینکه بیشتر سونوگرافی شکمی در این افراد انجام میشه مشاهده نکنیم. پس بایستی در دختر خانمی که با پریود نامنظم به ما مراجعه میکنه، به خصوص اگر اینکه چاقی هم داشته باشه، شک بالایی به این سندرم داشته باشید. خب همونطور که عرض کردم الگوی خانوادگی هم در این افراد دیده میشه. ممکنه که در اقوام در واقع وابسته به پدر مثلا عمه و یا در مادر مثلا خاله هم این سندرم وجود داشته باشه. پس بگی شرح حالی که از خانم میگیریم و با توجه به سابقه خانوادگی میتونیم در واقع تشخیص این سندرم رو بهتر برسیم. بعد از سنین بلوغ در سنین باروری ممکنه که این افراد با ناباروری مواجه بشن. خب یکی از دلایل ناباروری در این افراد در واقع همون عدم تخمک گذاری منظم هستش. البته سندرم تخمدان پلیکیستیک یکی از شایع ترین اختلالات در واقع هورمونی و درمان پذیرترین اختلال ناباروری در خانم ها هست. یعنی اگر فرد یک سبک زندگی سالمی رو رعایت بکنه، غذای سالم مصرف بکنه، یک فعالیت منظم روزانه داشته باشه، استرس نداشته باشه و به خصوص خواب منظم داشته باشه، یعنی خواب شبانه و پرهیز از خواب روزانه، خیلی وقتها در واقع اینها تخمک گذاری منظم پیدا میکنن و باروریشون تسهیل میشه. بعد از سنین باروری میرسیم به سنینی که افراد در واقع بعد از 40 سالگی و حال و حوش در واقع قبل از یائسگی و یائسگی هستن. در این سنین سندرم تخمدان پلیکیستیک بیشتر با عوارض متابولیک خودش رو نشون میده، یعنی عدم تحمل به قند، دیابت، مشکلات عروقی، مشکلات قلبی عروقی و همچنین در واقع کبد چرب و حتی گاهن ممکنه که اگر که کنترل منظم و دقیق این افراد نداشته باشن دچار سرطان رحم و یا سرطان پستان هم بشن. خب در مورد بحث ما به مناسبت روز در واقع زن برند ففول هستش، خوبه که اشاره هم داشته باشیم به متابولیسم آهن در این افراد. ببینید متابولیسم آهن در افراد PCOS در واقع دچار اختلال هست. اینطور نیستش که همه این افراد به دلیل خونریزی‌های زیادی که دارن و یا به دلیل رژیم غذایی که میگیرن نیاز به مصرف مکمل آهن داشته باشن. برعکس ممکنه به دلیل اختلال جذب در واقع
آهن، یعنی جذب بیش از حد آهن از روده این افراد به دلیل اون تغییر فلور باکتریال روده این افراد و حتی به دلیل اختلال کبدی جذب آهن در این افراد بیشتر صورت بگیره. پس قبل از اینکه بخوایم در مورد تجویز مکمل‌های آهن به این افراد در واقع تصمیم بگیریم، بهتره که یک آزمایش خون از نظر سطح سرومی آهن و سطح سرومی ذخیره آهن، یعنی فریتین و پروتئینی که در واقع آهن رو در خون حمل میکنه، یعنی ترانسفرین، داشته باشیم تا بتونیم تصمیم بگیریم که آیا این افراد نیاز به مکمل آهن دارن یا خیر. در مجموع در واقع سندرم تخمدان پلیکیستیک شایع هست، یکی از شایع ترین اختلالات هورمونی در خانم ها هست، ولی درمان پذیرترین اختلال هم هست. درست علاج پذیر نیست، ولی با سبک زندگی سالم در واقع اینها میتونن هم باروری خوبی داشته باشن، هم از عوارض متابولیک این سندرم جلوگیری کنن.